السلام علیکم داملای عزیز. حاجی مرزا، من یک مادر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم. یک کلینم خب دختر است، 3 ماه طفل را ابورت کرده است. از نگاه اسلام این چی خیلی است؟ از ناحیه جلگتار. یعنی برادر عزیز و گرامی، من در اطراف همین ابورت هم برای شما بیان کرده بودم که تا 4 ماهگی را، یعنی اگر یگان گویم نقص، یگان ضرر و یگان زیان خب دخترها خبر دهند که به جان مادر میرسد، خب یا خوف دارد، این حالت تا 4 ماهگی ابورت کردن درست است. وقتی 4 ماهی کامل شد دیگر او را خدا که جانش میدراره، دیگر ماها گویم که چی؟ دیگر ابورت کردن برای او زن جایز نمیشه، زیرا که او الکی آدمی زنده هست. لیکن اگر همون 5 ماه شود، 6 ماه شود، دخترها گویند که اگر همین فرزند از تو جدا شود خوف هلاک تو هست. انا برای همین خوف هلاک اگر دخترها خبر دهند، مادر حقوق دارد که ویا چند ماه که باشد از وجودش دور کند. این ده هم رخصتش آمدگی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی مرزا، من یک خواهر اسلامی شما. بابای حاجی مرزا، مردی که زن و فرزند خود را دهان گفته دشنام میدهد، یا اینکه فلان فلان گفته، آیا با این خیل انسان زندگانی درست است یا نه؟ همه کارهایش را محیا میکنیم، باز گناه ما را یافته و ما را بیهوده لط و کوب میکند. بابای حاجی مرزا، مردی که زن و فرزند خود را بی گناه میزند، آیا این گناه نیست؟ میگویند که مرد را با مهر نگاه نکنی گناهگار میشوی. آخر ما او را با مهر نگاه میکنیم و ما او را حرمت میکنیم. این برادرها در همون جمعه شما اشتراک دارند. اکنون من از این خیل برادرها بیزارم که گویم غلط نمیکنم. همون برادری که اگر زن و فرزند دهان گفته دشنام کنه و خب و اینجا آمده با صحبتهای ما را گوش کنه و گوید من به تو مخلصم و من تو را حرمت میکنم، اگر تو برادری من باشی و تو مرا حرمت کنی و مخلص من باشی، تو هیچ وقت زن و فرزند، نه اینکه زن و فرزند خود، به کسی تو هیچ وقت دشنام برای خود شعار نمیگردانی. دادر عزیز، این مردی هم این نیست. گفتی همون ابو عبدالله رودکی، مردی نبود فتاته را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. اکو یک فتاده است امروز زنها در دست ما و شما، امروز یک دستنگر ما و شما شدن، امروز دهان ما و شما را گوش میکنن. اکو همون دستنگر و همون در افتاده را ما در همون خیل حالت یافته و اکو لط و کوب کنیم. این دادرای عزیز، این جوان مردی نیست، این جوان مردی نیست. بود مردی نشان غیرت دین، اگر مردی بکن این رخش رازی. انا تو موافق قرآن، موافق حدیث پیغمبر عمل کو، رفتار کو، حق مردی حق توست. ولی تا همین روز یک 5 یا 6 تا کلین ها، خیلی 2 تاش از همین شهر بوده، 3 تاش از ناحیه وا بوده است، آمدن شکایت کردن، 1 تاش عیب بوده است، خیلی اقرار شدن. 4 تا همینا خدا خیرتان دهد از خسرهاشون که خسرهای اونا را من میشناسم، از خسرهاشون شکایت کردن. خیلی 2 وجب ریشته را خسرش خدا خیرش دهد. سالش هم میبینی دیگر گویم که در ظاهرش آدم دیدن برابر میگه همی آدم شب زنده داره. همین انسان بر این دیگر آدم خوب ممکن یافت نشود، لیکن افسوس که در داخل چیزی نداشته است، در داخل رحم نبوده است. من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. برادر عزیز، ای خسری محترم، ای خوشتامن ظالم، گوش کن که پیغمبر خدا میگه کسی رحم نمیکنه به بندگان خدا، الله به او رحم ندارد. یک رحمه برادر عزیز و گرامی. در همین خیل زمستان کودکا سر دست، چشمها پر آب، زندگی میخواهن و اینا نه تو قطعی بچه من دیگه زندگی نمیکنی. بچه خواهانه، بچه دوستدار، فقط پدر اگر زندگی کنی من عاقد میکنم. این عاق از کجا یافتین شما؟ و
برای همین کمتر رحم و انصاف برادر عزیز و گرامی، کمتر رحم و انصاف بیدار کنید. اگر هم تا دختری تو را با کودکاش به خانه خود روان کند، احوال تا ببین، اما از خودت خلاصه برار فقط. با بعض میده ترین گناه ها شما اهمیت ندین. آخی کنی آدمی بیگناه، امون عمر خیام خدا خیرش داد گفته بود آخی ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو کنی یک انسان بیگناه. ما بیگناهیم، شما بیگناهیم، همه ما گناه داریم، همه ما لغزش داریم، همه ما خطا داریم. لیکن خدا را ببین، ان الله یحب العوف، خدا عوف دوست می‌داره، خدا بخشیدن دوست می‌داره. چرا تو دوست نمی‌داری؟ تا هم ببخشی چی گپی نداره. زندگی است، زندگی آینه بیش و کمیست. هر شب در آسمان ستاره نیست، همیشه آسمان زندگی یک جنگ می‌شود، یک کشاکش، یک قهر می‌شود، یک چی می‌شود، لیکن معنی را نداره که سه طلاق در دامنش می‌تی و جواب برای تو. این خیال نکنیم برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. اکا حاجی میرزا، ما را از حساب ترس یک ملا گفتن که دعا خواند و پرهیز داد که 7 روز باید آبازی نکنی، حتی غسل هم، با یگان بلای دیگر باز گرفتار نشوی. و در خانه حتی میگویند که طهارت نکن و تنها به مسجد نرو در روز هم، اما من هم آبازی میکنم و هم به مسجد میروم. خب این چی میشده باشد؟ و درباره این سوال هم چیزی گوید. بعد از نان کردن و 2 روز بعید ماندن، آبازی کردن و در بعضی روزها ناخون گرفتن یا سرتراشی و دیگر کارها میگویند اینها اساس دارن یا نه؟ اساس ایناش اساس کنه دارن. هر روز شما ناخونهاتون گیرین، این پاکیزگی برای ما و شما هر روز است. هر روز شما آلوفته باشین، تازه باشین، خوشبو باشین، لباسکای تازه پوشین. لیکن این پرهیزی که این برادر عزیز دادن، این پرهیز شما شکلین، خدا خواهد صحت میشوین. این پرهیز شما نیست برادر. طهارت نکن، مسجد نرو، آبازی نکن، انا عکس همون کن، خدا تو را شفا میده. این نادرسته. این پرهیز برعکس ای در باب جین ها می آید که آدم وقتی پای به طهارت میگردد در او جین داخل نمی شود. وقتی انسان نماز جماعت نمیاد، جین در او تأثیر نمی بخشد. برای همین شما عکس همون کنین، خدا خواه انشاءالله شما ثواب میگیرین. خب السلام علیکم بابای حاجی میرزا، من در روز نماز عید قربان وارد مسجد شدم. در آنجا ملا امر معروف کرده ایستاده بود و بعض شهروندان صدقاً توجه به ملا کردن بودند. بعضی ها سخنان آن را گوش نکرده با گفتگوی خودشان مشغول بودند. من باشم یک مرتبه گفتم که گپ نزنید. خب یک دم خاموش شدن و بعد چند دقیقه باز به سخن گفتن مشغول شدند. من خاموش نشسته فکر و خیالم به گفته های ملا بود تا چند شهروندان سخنگوییشان زیاد شد. من با آواز بلند بر پدرتان لعنت گفته خب کنید 2-3 بار تکرار کردم و مردم تا آخر سخنان ملا را گوش کرده و خاموش ایستادند. سوال: آیا من برای این کار کردگیم در پیشگاه خدا گناهکار شدم یا نشدم؟ خیلی آدمی خوب بوده ای، خیلی آدمی نیک بوده ای که مثل این مردکایی که دهانی زن و دهانی فرزند و دشنام میکنن و با اینجا خاموش آمدگی نمیگن که خدا ما را میبخشه یا نمیبخشه. لیکن سیری اینها را زنهاشون با واسطه مکتوبها که روان میکنن. خب تو با یک کلمه که بر پدرت لعنت گفتگی انسان، خب اینقدر باز ترس در وجود تو بوده است. خوش به حالتان برادر عزیز و گرامی. لیکن این عملی تو عملی نادرست است. یعنی همه وقت شما بینید خداوند ما را در سوره زنبور نحل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. شما بندگان من وقتی که میخواهید که تربیه کنین، میخواهید که تعلیم کنین، میخواهید که با پروردگارشان آشنا کنین، با سخنهای خوب
با اونها رفتار کنید، اونها را با سخنهای نیک دعوت کنید. زین خاطر هیچ وقت ما در سخنرانی هامون برادر عزیز و گرامی سخن درشت هیچ وقت راه ندهیم. بگذار نماز میخواند نمیخواند، بگذار وی روزه میگیرد نمیگیرد، بگذار وی از کدام جمله انسان باشد نباشد، ما حقی گویم تحقیر و مذمت و ملامت او را نداریم. اینو فراموش نکنید. ببینید سوره طه پروردگار به حضرت موسی و برادر او هارون چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. خدا به فرعونی که چی گفته بود؟ انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگ هستم. ببینید خدا را بزرگیش انکار کرد و خودش خدا اعلان کرد. خدا به موسی و برادر او هارون چی سپارش داد؟ گویا که بر پدرت لعنت، یا مثال گویا که تو فاسقی، تو حرامی. ولی بعضی موعظه های بعضی از برادرها را شنیده می شودیم، این تأثیر بد داره. برادر عزیز، این پیش رای موعظه را با گرفته نه، این بسیار ضررهاش کلانه، بسیار ناخوبه. میلش عصبانی هم که شوید، دردم که کند، لیکن خودداری کو. پیغمبر خدا گفتند بهترین و پهلوانترین شما آن کسی است که غضبش فرو میبرد. برای همین انمون موعظه هایی که امروز حرامی و فاسق و کافر و فلان فلان گفته می شود، اینا به فایده نیست برادر. اگرچه مردم ما امروز دوست می داره که یک کسی همین سیاست کنه، ای فاسق ای کافر، بعد مولانا که امر معروفی زور کرده، چی گفت؟ کافر گفت، فاسق گفت. برادر او زور نکرد، او جبر کرد، او ظلم کرد. خدا ما را میگه که شما وقتی که به سوی من کسی را میخوانیم با سخنهای خوب دعوت کنیم. نزد فرعون که رفتی ای موسی و ای هارون، ببین خداوند چی میگه؟ اذهبا الی فرعون انه طغى. ای سرکش شد و خودش خدا اعلان کرد رویم به قصرش. لیکن وقتی نزد فرعون که در آمدین چگونه معامله کنین؟ خدا را ببین چه بیان خوب میکنه. این برای تمام واعظا، برای تمام شما درس است. فقول له قولا لینا. شما در برابر فرعون ایستاده و با سخن ملایم، با سخن نرم، با سخن دلنشین او را دعوت به سوی خدا کنید. بگو که از این راهت برگرد، این راه نادرست است، این راه غلط است. این خیلی با فرعون معامله کنید. خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی. ابو سعید ابوالخیر میگفت خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی، آن را به نماز و طاعت آباد کنی، هر روز 2000 بنده آزاد کنی، زان به نبود که خاطر شاد کنی. پیغمبر خدا میگفت من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی ایمان به خدا دارد، ایمان به روز قیامت دارد، سخن خوب گوید. فلیقل خیرا، سخن خوب گوید، او لیصمت. سخن خوب گفتن میتوانی، سکوت برای خودت اختیار کن، خاموشی را برای خودت اختیار کن. حضرت سعدی را بوستانش عجیب یک حکایه میارد، ممکن که همین برای بعضی از ما و شما درس شود. صبر بر آن آدم شرف دارد. شما ببینید، صبر بر آن آدم شرف دارد که دل دوستان بیازارد. این سخن را حقیقت باید تا معانی به دل فرود آید. میگوید که صبر بر آن آدم شرف دارد. و چه صبر از آدم شرف دارد؟ و خدا در آیت 69 از اسراء میگفت ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من طیبات. و پروردگار میگه ما
فرزند آدم محترم ساختیم، مکرم ساختیم، با عزت گردانیدیم. از سعدی میگوید که سگ بر آن آدم شرف دارد که دل دوستان بیازارد. اون انسانی که دل یک برادر می آزارد، در عزت نفس یک برادر گویم که سخن میراند، حضرت گفتن که سگ از تو بهتر است. برای چی؟ ولی حضرت بیان میکنن این سخن را حقیقتی باید تا معانی به دل فرود آید، تا معانی به دل فرود آید. آدمی با تو دست در مطعوم، طعام میگن که آدمی با تو دست در مطعوم، سگ ز بیرون آستان محروم. حیف باشد که سگ وفا دارد و آدمی دشمنی روا گویند. ببین اگر تو در یک طبق با یک برادرت خوراک میخوری، با یک برادرت همسایه‌ای، با یک برادرت همنشینی، لیکن سگ در یک طبقه تو، لیکن سگ از طبقه تو جدا است، بیرون از آستان است. ببین نگاه همونی که بیرون از آستان وفایی میکنه و این شخصی که با تو در یک طبق نان میخورد، آزار که میگه از اون سگ بهتر است. در آخر اطراف این من همین گفتنی هستم که بزرگ خدا میگفت یک نکته بگویمت به تحقیق بسنج، یک نکته بگویمت به تحقیق بسنج، گر عاقل و کاملی مرنجان و مرنج. برادر عزیز، تو که از برای خدا که وی لعنت گفتی، این از برای خدا هم لعنت گفتن انسان گناهگار میکند. تو هم توبه به سوی خدا کن. این کار تو کار غلط است، این کار درست نیست. ما هیچ کس حق نداریم که مثال بر پدر او یا بر مادر او یا بر اولاد او لعنت گوییم. مقصد زبان دشتام ما کشادن در حق نداریم. زی خاطر هر کسی رو که میخواین دعوت کنین با سخنهای خوب شما را دعوت کنین، انشاءالله شما در پیشگاه خدا پاداش میگیرین. حضرت سعدی میگو خواهی که تو را رتبه ابرار دهند، مپسند که کس را ز تو آزار رسند. خواهی که پل صراط آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلب. السلام علیکم آقای حاجی، از شما خواهش میکنم که در حق من دعا کنید. فرزند طلب میکنم، خدای مهربان شما را صاحب فرزند سالم و صالح گرداند. حضرت سعدی میگفتند زنان باردار ای مرد هوشیار، اگر نزد ولادت مار زایند، از اون بهتر به نزدیکی خردمند که فرزندان ناهموار زایند. همون زنی که مار میزاید همون بهتر از گفتن از اوی که فرزند ناهموار میزاید. در فرزنده هم ما باید با توجه باشیم. پدرای عزیز، دادرای عزیز، فرزندکار را تربیه های خوب کنیم، انشاءالله پیشگاه خدا در ثواب میگیریم. السلام علیکم اکی حاجی مرزا، سوال ما چونین است. یک گروه جوان ها میگویند که دعای دستجمی نادرست است، شما در این باره چی گفتنین؟ اکو من اینا را جواب گفته بودم. شما تخمین یک 5 یا 6 جمعه پیش درباره دعای دستجمی که چه جایزی دارد، تا چه اندازه جایزی دارد، با کدام دلیل ها من برای شما بیان کرده بودم. زین خاطر ماها جانب داریم که دعاها همه وقت دستجمی باشند، زیرا پیغمبر خدا بنده همه حدیث ها رو من برای شما با تکرار کنم. شما قبلا تماشا کنید، قبلا گوش کنید. در همین باب من در دعای دستجمی قریب 7 یا 8 حدیث پیغمبر خدا را به سمع شما رسانده بودم. برای همون برای شما کفایت میکند. از این خاطر همون دادرایی که دعای دستجمی را رد میکنن و در بین مردم اختلاف می اندازند، شما دستجم شوین و یگان اختراکار شوین، یگان چیز برای همین مردم و همین ملت و همین وطن یک بهبودی بیارین.
انا دستجمعی در این کار فعال باشین. اون روز همون یورانیوس نگاه میکنم، من اخباراش گاه که رسیدم تماشا میکنم، نشان میده در ژاپنیا استودنتا نمی کاغذایی که ما و شما این امروزا استفاده میبریم، این سوال هایی که میتین همین توجه کلام میپرتویش در ادیر میرود، همین کاغذها را جمع کردن و در داخل آب تر میسازن. ممکن بعضی ها دیده باشین در داخل آب تر میسازن، مخصوص اپارات کردن که همون کاغذ پرس میکنن. همونجا مثال چند کیلو کاغذ انداخته محکم همین که پرس کرده تا جایی گفت 2 مینوت همین قدر کاغذی که در همین ریش کردگی است اگر کشاده باشن 2 مینوت میسوزد، لیکن وقتی وای پرس کردن 1.5 ساعت میسوزد. شما ببینید کلا را ببینید. اگر هم بچه‌ای که دستجمعی را نادرست میگن فلان خب یک تایتو 3 تا یاپونیس میشین. یک تایتو را اگر پاره کنن 3 تا یاپونیس یا 3 تا خیتایی میشین. کلا را ببینید، فکر را ببینید. همین کاغذ از کاغذ خدای جانی هم تا پرس کردگی رنگ ریش 1.5 ساعت ماندنش میسوزد. آخیر دستجمع شد این را فکر کنید. همین دستجمعی باید همین مسئله را حل کنید. اختلاف و پراکندگی و بدبینی و یک دیگر را قهر و غضب داد گویم روبرو کردن و دیگر. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه شکنو و ما فعالیت کاری در فدراسیون روسیه داریم. از بین ما یک نفر ختم کننده مدرسه اسلامی می باشد. ما برای یک مسئله بحث و ملاحظه های زیاد کردیم. این رفتار او درست است که در کارخانه خودکشی کار میکند و ما با او گفتیم که در این کارخانه کار کردن شما درست نیست. ما به تاجیکستان زنگ زدیم، با ما یک مولوی گفتن که درست است. همین را میخواهم که درست است یا نه، علاجش با ما تستر روشنایی اندازید. ما انتظار جواب شما هستیم. برادر عزیز درست است در همون کارخانه‌ای که خوب میکشند یا همون گوشتای اونا را اوپاکوفکا میکنن یا رستوران هایی که مثال عرق میارن و شما عرقهای اونها را میفرارین یا قبر برای همون آدمای نصرانی و مجوسی میکنین یا کلیسا برای اونها میسازین. همه اجاره است. درست در اینا شما میتونید در کتاب اجاره در خلاصه الفتوا نظر کنین. در این باب درست است. در همین جایها اگر برای شما کار باشد و ولی بعضی بچه‌ها گفتن که همون کارخانه از دیگر کارخانه سرپولتر است، مایلاش رفته کار کنین. اجازت دادن فقیه های ما شما اجازت دادن. اجاره است. شما شرطنامه‌ای کار میکنین. شما از گوشت او نخورین، از اون آب حرام نخورین. اصلا فروختنش برای شما حلال نیست. لیکن اونها وقتی فرمایش تا میداد فلان کار انجام دهین، چه از خودکشی باشد، چه از گویم که همون اوپاکوفکا کردن باشد، چه فراوردن او باشد، چه ساختن کلیساها باشد، درست است در کتاب همه اینا یادآور میشود و این خاطر گناهی ندارد. السلام علیکم اکای داملا حاجی مرزا، خدا شما را از شر دشمنان نجات دهد. ما دشمن هم نداریم انشاءالله دادر. خب خدا شما را هم نگه دارد. خب برای ما بیان کنید که مولای ما بسیار تیز میخواند، علاجش چیست؟ دویم ما برای مولامون 100 سامانی هر ماه ماهانه جدا کردیم، او راضی نیست. 100 سوم چی بشه؟ من باشم راضی نمیشم. 100 سوم یک قبچه‌وار نمیشه واقعا. یعنی شما خودتون خلاصه برارین یک مولا را وقتی آوردین و 5 وقت نماز شما را که خوند اگه یک مبلغ گشتین که اون بیچاره من روز بره 100 سوم دیگه اینو بعد در هر جا چک زده توینا تو منبرا را برارین که ما فلانی را 100 سوم میدیم. او 100 سوم تو چی میشود؟ ولی فکر میکنید 100 سوم خیلی پول کلانه. این خودتون از خودتون خلاصه برارین با 100 سوم از یک قبچه‌وار نمیگیری. اکو مولا زن داره و کودک داره و برای این که با که نداره 100 سوم مجدد امتحانش 500 سوم بتینش 800 سوم. او چیز زلال نمیکنه. یک آدمی در راه خدا خدمت تان نمیکنه، نصیحت تان میکند، مرده و زنده تان در راست است، سری گور تان میرود، بالای بیماری ها تان در دعا میخواند، خیلی کامق خدمت میکنه. وای
برای همین چی 100 سوم کسی باشه راضی نمیشه کی قبول داره؟ همین خود کدوم میدونه 100 سوم میره در یک جا 5 وقت نماز یگان کس میخونه هیچ که قبول نداره. خب تیز خواندنش من جانبدار نیستم، ولی رسانه نیست که تیز نخونه نماز داره. اون حدیثی که از پیغمبر خدا هست که و اذا اما احدکم الناس فلیخفف، اكو همون دلیل بسیارتر میکنن که مثال نماز سبک خانه، ولی سبک به مقصد میانه هست، یعنی معنی را ندارد که ما در 2 دقیقه یا 1 دقیقه نماز خانیم، یک به حضور دل خانیم، زیرا که مثال خشوع در نماز این خیلی لازم و در کاری است. خب سیوم داملا گاز رو بسیار اسراف میکنن، ولی این هم موضوع بین و لازم. این امروزها خیلی شد ما و شما صاحب گاز نبودیم، این امروزها خدا را شکر باز که با گازهای نه در بعضی جاها کشاده شدن، اکو شهرها را ما در نظر دارم از گازها را داده سن. اگر اسرافش کنیم ببینین همون چند مهلتی که به گاز ماندیم با قهر الهی میشه، با همین گاز از ما و شما میگیرن. گازها دان اسراف نکنین تو در عزیز، خدا را شکر بین همون چیزی که حاجت بود استفاده برین، در جای چراغ‌ها استفاده میبرین، حاضر خاموشش نمیکنین تماما. همون در اسراف که شد شما گناهگار میشوین. خداوند در قرآن ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین میگن شما از جمله اسرافکارها نباشید، زیرا کسی اسرافکار از برادر شیطان است و خدا شیطان چی است؟ شیطان در پیش خدا کافر است. خب برای آموختن زبان خطایی رفته ایستاده ایم. 1-2 جوانمرد مبلغ گذاری کردند، در حقشان دعا کنید، خوش به حالشان. برادر عزیز انا این کارها کارهای خیر، انا این کاری با فیض که مبلغ گذاری میکنن و بچه ها را خطای روان میکنن، روین زبان خطایی را آموزین، روین زبان عربی را آموزین، روین زبان روسی را آموزین، روین زبان های انگلیسی را آموزین. خوش به حال همون برادرایی که همچنان مقصدهای نیک در پیش میگذارند. خدا عمرهاشون دراز کنه و خداوند مبلغهاشون باز هم بیشتر گردانه و باز هم این خیلی فکرهای خوب و فکرهای نزد خدا در ذهن تمام اون برادرایی که شرایط دارد خداوند جایگیر گرداند. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما در آبشیجی زندگی میکنیم، در حاجت خانه مستحب کردن درست است یا نه؟ خب و در آخر در حق ما دعا کنید. بله درست است برادر عزیز، این آبشیجیت هایی که ما و شما داریم، همون تربه هایی که مثال آب گذارن، هممون میدانیم که همش در یک تربه میروند، چه از کوخنی من باشد، چه از توالت من باشد، خب چه از کدام جانبش که نباشد، همش در یک تربه جمع میشوند. و این خاطر در اونجا مستحب کردن هم امروز رخصت میدن. اما در حاجت خانه هایی که مثال این خانگی ها هستن، اینجا در راست در حاجت خانه مستحب کردن درست نمیگن، به خاطر که خود همون آب که خودش آبی مستعمله، اون آب در درون حاجت خانه ریختن درست نمیگن. خب اونجا در مثال گویم طهارت شکنیمون کنارتر باشد و دست رو کردنمون باز کنارتر باشد. خیلی امروز خدا را شکر که اکو بچه ها خیلی فهمیشاشون کجایی که میره بسیار جایهای زیبا و جایهای خوب کردگی هستند. السلام علیکم دامای محترم حاجی مرزا، خواهش داریم با سوالهای ما جواب گردانید. اگر شه بچه در حالت مستی باشد او رو نکاح کردن درست است یا نادرست؟ نادرست است برادر عزیز. از کجا درست است؟ درست نیست که مثال شه بچه در حالت مستی باشه او شما باید باز نکاح کنید. نکنید تا اگر هوشیار نشود، تا اگر توبه از همین گناه نکند، باید ما حق نکاح کردن نداریم. خب من یک لولی رو دوست می‌دارم، همین جوگی ها هستن که دوست می‌دارم و نمی طلبد و نمازخوان هست. اگر گیرم درست است یا نادرست؟ درست است برادر عزیز، فرقی ندارد. هر ملتی که نباشد، هر ملتی که نباشد می خدا را میشناسد. خب بنده خدا هست،
تمام برای ما فرق نبای روس های وای جوگی های وای کدام ملتی که نباشه. درست است برادر عزیز، شما نکاح کده گیرین. خب در توگرک و کمونیزم جوگی ها نان میکنن لیکن تاجیک ها رو خبر میکنن نمیروند، میگویند که اینها در حالت جنابت قرار دارند و نانشون نان تلبیده است. التماس تعجیلا جواب گویید. یکی انشاءالله ما یک توده برادرای همون لولیه که میگن جوگی هایی که میگن ولی مخلصا داریم. همینجا در هر جمعه می آیند قریب یک 8-9 نفر بچه‌های بوز بالا بچه‌های خوشرو بچه‌های خوب. یکی ما هم یک توصیهشون کردیم که با این قد و قامت با این بوزبلگی اگر شما رفته در دانشکده ها خوانین، اگر شما روین در مدرسه ها خوانین، اگر شما رفته در زواد ها کار کنین، اگر شما راه های همین تلبیدن برای خودتون قطع کنین، مقصد مثل که همین روز همین مردم کوشش میکنن و سعی میکنن و خب برای دریافت کردن پول هزار جانب حرکت ها دارن. اگر راه اینا را انتخاب کنین این برای شما درست است، زیرا تلبیدن نه برای یک لولی ها نه برای جوگی ها، برای تاجیک هم برای عرب هم برای روس هم برای همه حرام گرداندن دیگر. این المسئله لا تحیلو، یعنی تلبیدن حلال نیست. ما برای تلبیدن خوردن این برای ما و شما درست نیست. حتی ببین حبیب خدا گفتن همین تلبیدن هم همین حکمت و وقار همون پیشواها را حتی از بین گم میکنن. وقتی هم پیشواهایی که حتی تلبندگی را برای خود اختیار میکنن. برای من برادرای عزیز و گرامی، شما هیچ وقت در حالت جنابت نیستین. این تهمت در حق شما هست. شما آدمای مسلمان و نمازخوان و خدا ترسین. انشاءالله من همین برادرای را که میدانم و میبینم، لیکن به خاطر نرفتنشون که شما از راه تلبیدن به دست میارین ممکن همین جد همین گپش باشه. برای شما از این راه دور باشین، کوشش کنین که اکثریت شما کن او قصه‌ای میارن که گویا که ریسک ما را خدا در نزد دروازه دیگران پرتافتن، که اینا قصه‌ای بی اساس است. اینو شما را تنبل میکنن، اینو شما را بیکار میکنن. خب السلام علیکم دام الله حاجی میرزا، خواهش دارم با سوال من جواب بدید. من مادری 2 فرزند هستم. خب شوهرم قوی کاری ندارد. من میخواهم خانم و صاحب جای کار شوم. آیا ممکن است یا ممکن است؟ من عزیز خواندن این یکون جای زلال زیانی ندارد. چه خواهرای ما میخواند چه دادرای ما میخواند. خواندن برای همگان ما و شما فرض است، برای همگان ما و شما ضرور است. برای من اگر با شوهر تو قوی کاری نباشد و تو نیت خواندن داری و نیت کار کردن، مرحمت برای تو اون زیان زلالی ندارد. فقط کوچه از خانه فرق میکند. در کوچه که برآمدید باید البته به هر یک مردهای بیگانه آشنایی کردن و دست درازی کردن و قهقه زدن و صحبت کردن و اینهاش برای تو اکو دیگر ممنوع می شود. تو فقط از برای ریسک حلالت بیرون شو، خب بازار میشینی، خب کجایی که مثال کاری که دریا میکنی از روی ضرورت که هست، مرحمت برای تو درست می شود. لیکن برای آن کسانی که شوهرها اگه قوی کاری باشن و خانه نشینن، این جبر در حق زنها هستند. خب پس آن در حق شوهرم دعا کنید که شما را بسیار ناز میبینند و همه ضبط های شما را گوش میکنند. خدایا را مددگارتان باشه، رحمت. خب السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا، از شما احتراما خواهش میکنم که در حق مادر ما که بی عایشه ما که هفته گذشته دنیای فانی را پدرود گفتن دعا کنید. رحمت و مغفرت بر شما داملای محترم. خدا این مادرم رحمت و مغفرت کند و فرزنداش خدا عمر دراز و تنی صحت نصیب و روزی گرداند. آمین یا رب العالمین. خب سوال با واسطه نامه های الکترونی چاپ کرده است. خب رمضان چوپانوف، السلام علیکم رحمت الله و برکاته. من یک خواهش دارم، یک مسئله را میپرسم.
من در مسکو در غریبی هستم. من در یک مغازه کار میکنم که از ساعت 10 تا 8 بیگاه در اون مغازه جای طهارت کنی نیست. من میتوانم که طهارت کرده به جای کار بیایم و نماز پیشین رو با نماز عصر یک جای خونم. التماس جوابش رو بگیر. نه برادر عزیز، ما در جمع صلاتین نیست. مذهب ما و شما جمع صلاتین ندارد. نماز پیشین با عصر یک جای ما نداریم. برای همین شما هر یک نماز در وقت خودش خوانید. شما طهارت کنین، آمده در همون کارخانه‌ای که دارین، چگونه کارخانه باشد نباشد، شما از روی ضرورت است نمازاتون خوانید. چه کارخانه‌ای هست، خواه رستوران است، خواه کلیسا است، کجایی باشه نباشه، همین پای به طهارت داری نماز تا میخوانی، شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد همه روی زمین. شما هر جا که نماز خوانید خدا نمازتان قبول میکند. اگر این خیلی ضرورت و این خیلی حالتهای مشکل بالای شما آمدگی باشد، خدا شما را همیشه در حفظ و امانش نگه دارد. دعا طلب کردن.